خب سلام دوستان، خیلی خوشحالیم که دوباره برگشتید و تصمیم گرفتید یکی دیگه از سفرهای ما رو دنبال کنید. اصفهان، جایی که هر خشت داستانی برای گفتن داره. اینجا میدان نقش جهان، عمارت عالیقاپو. اینم کالسکه‌هایی که کمک میکنن بازدید کننده ها بهتر بتونن از میدون بازدید کنن. بعد از یه پیاده روی کوچیک تصمیم گرفتیم که از 3 تا اثر تاریخی این میدون بازدید کنیم. اولین عمارت کاخ عالیقاپو، کاخی با شکوه و معماری منحصر به فرد. بعد از اون مسجد شاه که با نام‌های مسجد سلطانی و مسجد عباسی هم شهرت داره. و در نهایت شاهکار معماری صفوی، مسجد شیخ لطف‌الله. در قدیم به دلیل نبود بناهای بلند، اولین چیزی که به محض ورود مسافران و تجار به شهر اصفهان جلب نظر میکرد کاخ شاه عباس اول یا همون کاخ عالیقاپوه. این کاخ دارای 6 طبقه و روبروی مسجد شیخ لطف‌الله. عالیقاپو در زبان و اصطلاح ترکی به معنی سردر بلند یا درگاه بلند. شاه عباس از این بالا به تماشای مسابقات چوگان و نمایش‌های مختلف می‌پرداخت و در نهایت چشم‌انداز بی‌نظیر به میدان نقش جهان. و اما این حوض قدیمی که از جنس مس و سنگ توسط شیخ بهایی ساخته شد که با دم و بازدم هوا پر از آب می شد و به انعکاس تصویر سقف چوبی عالیقاپو و خنکی هوا در زیر این سقف چوبی کمک می‌کرد. بعد از بازدید از این نمای زیبا تصمیم گرفتیم که با این مینی ونای خوشگل دور تا دور میدون نقش جهان رو بگردیم. و اما طبق معمول قطعی برق در شهرهای مختلف نظیر همین اصفهان باعث شد که نذاره ما از مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد شاه بازدید کنیم. خب اگر تا اینجای ویدیو از این سفر نسبتا لذت بردید و تونستیم حتی قطره‌ای به اطلاعاتتون اضافه کنیم، خواهشمندیم که ما رو حمایت کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و با لایک و نظرتون کمک کنید ما بتونیم ویدیوهای بهتری رو بسازیم. بعد از بازدید از این میدون زیبا آماده میشیم برای حرکت به سمت 33 پل. خب و اما 33 پل یا پل اللهوردی خان. پل اللهوردی خان با 300 متر طول و 14 متر عرض زیر نظر خود اللهوردی خان و با معماری استاد حسین بنای ثانی ساخته شد. این پل دارای 33 دهانه است که در گذشته محل عبور و مرور مردم و برگزاری جشن‌ها بوده. راه رفتن روی این پل و نگاه کردن به زاینده رود پر آب حال آدم خوب می‌کنه. ما هم که بعد از یه سفر طولانی از شیراز به اصفهان و خستگی بازدید از میدون نقش جهان تصمیم گرفتیم که یه رستوران پیدا کنیم و یه غذای خوب بخوریم تا هم خستگیمون در بره و هم برای فردا آماده بشیم. غذا چی سفارش دادی؟ نه. تلاش.
و اما صبح شد و رسیدیم به یکی دیگه از آثار تاریخی به اسم منار جمعه. نکته قابل توجه در مورد این اثر تاریخی اینه که با تکون دادن یک مناره دیگه هم به حرکت در میاد. اما در گذشته این منار جمعه از شهر جدا بوده و در دهکده‌ای به نام کارلادان بوده. اما امروزه این محل و این بنا جزء اصفهان محسوب میشه. در پیشین این بنا به عنوان مقبره استفاده می شده، اما امروزه از این مکان به عنوان یه بنای تاریخی و جاذبه گردشگری استفاده می شده. این بنا به صورت یک بقعه و 2 مناره است که بر روی مزار عمو عبدالله کارلادانی از پارسیان نامآور سده 8 هجری بنا شد. گاشی‌های لاجوردی رنگ به شکل ستاره یا چهارپر و یا اشکال دیگر که در سقف این بنا خودنمایی میکنه. اینم مقبره عمو عبدالله کارلادانی. بعد از اینکه درب ورودی به پشت بام مناره ها بسته بود، تصمیم گرفتم با یکی از پیرمردای مهربون این محله وارد گفتگو شدم. باشه همه جام داره جام میدن ولی اون موقع بچه که ما بودیم هنوز ایام تا شروع بود بالا این رنگ آدم وای میسا ولی دیدم خرابی هم میرسن آدم که برد بالا نزدیک سلام بده الان 73 سال چطور این بچه هم محرم میکنه یکشون رفت بالا چکون میداد و بالا این وقت اوناره وقتی چکون میکرد اینقدر داشت وامی شد و محلت بود خراب میشه حالا. شما تا حالا خودتون تکون دادین؟ حالا دیاد میرفتیم یه موقع حالا دیگه حوصله نداریم دیگه یعنی نمیذارن درش هم بسته است. آره همش کنده شد. و اما باغ پرندگان، میریم که با هم بازدید کنیم از این باغ زیبا. خب این باغ در حاشیه زاینده رود و در مجموعه ناژان قرار گرفته. مساحت این باغ حدود 17,000 متر مربع و پرندگان این باغ تنها بومی ایران نیستند و از دیگر کشورهایی
نظیر استرالیا و اندونزی و چین و تانزانیا گردآوری شده. بابا چیکار میکنه؟ تو آواز اینا میکنی؟ میگه نه میگه نه گنجشگر میگه خب بعد از بازدید از باغ پرندگان میریم از اولین تونل آکواریوم بازدید کنیم. آکواریوم اصفهان اولین تونل آکواریوم ایران. این آکواریوم 300 گونه آبزی جهان رو داخل 33 آکواریوم جا داره. بابا
یه تونل 35 متری داره که حس گشت و گذار تو اعماق دریا رو میتونی با رفتن تو این تونل تجربه کنی. خب بعد از بازدید از آکواریوم تصمیم گرفتیم با این مینیمن خوشگل و شاد به سمت ماشین بریم و بریم یکی از غذاهای معروف اصفهان رو تجربه کنیم. جونم همه میگن هی رو میکشم جونم موقع غذا خب بعد از نوش جان کردن این غذای خوشمزه اصفهان بازدید میکنیم یکی دیگه از آثار تاریخی اصفهان رو به نام کاخ چالستون. این کاخ با 67,000 متر مربع مساحت در دوره شاه عباس یکم و در دوره صفوی ساخته شد. اصفهان رو کتاب انگری بهشت ثانی به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی از نغمه‌ای خفته در گوشه اصفهانی به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی نگینی بر انگشتر دنیا عقیقی به بازار تماشا برخیز و بیا باغ لاله را تازه بین به چارباغش عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش خاک زرینت شهر دیرینت ملک مهرائینت باغ نسرینت آب شیرینت فصل فروردینت باغ لاله را تازه بین به چارباغش عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش
فرش آیینه رو شهر جادو، در تو پنهان نقش جهان، طاق رنگین کمان باغ مینو، راحت جان قلب ایران. بعد بازدید از کاخ چلستون به کلیسای وانک میریم و بازدید میکنیم از این کلیسای قشنگ. این کلیسا در خیابان جلفای اصفهان واقع شده. وانک در زبان ارمنی یعنی سمعه و این کلیسا در زمان شاه عباس دوم ساخته شده. برخلاف تمامی کلیساهای ارمنی که با سنگ ساخته شده، این کلیسا با خشت خام ساخته شده. بیشتر دیوارنگاره‌ها و نقاشی‌های کلیسا مضامینی از انجیل مقدس رو یادآوری می‌کنن. خب دوستان، از شما ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بود. اگر کنجکاوید و دوست دارید سفر بعدی ما رو تعقیب کنید، لطفاً ما رو لایک و سابسکرایب کنید و با نظر ارزنده‌تون ما رو امیدوارتر کنید.